السلام علیک یا بنت الحسین. خب در شبی در محضر این مردم عزیز و بزرگوار هستیم که به روایتی شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها هستش. مردم با محبت همراه با فرزندان بزرگوارشون تشریف فرما شدن کنار این سفره حضرت رقیه و کنار این خیمه آقا سیدالشهدا. در کنار خیمه حضرت رقیه سلام الله علیها خدام حرم امام رضا، خادمین عزیزی که شبهای قبل هم بعد از شام غریبان سیدالشهدا تا دیشب در جای دیگه خدمت رسانی می‌کردند و امشب رو هم در محضر مهمانان حضرت رقیه سلام الله علیها و کنار این سفره هستند. بهترین و جالبترین صحنه‌هایی که این شبها برای ما پیش میاد جلو چشمامون میبینیم اینه که حتی مردم میان میگن چون خیمه به نام امام رضاست به یک قند ما میخوایم تبرک بشیم، به یک نمک، به یک نبات. و این عشق و علاقه ای که مردم نسبت به علی ابن موسی رضا ضامن آهو شمس و شموس دارن، نسبت به اهل بیت و امشب هم خصوصا نسبت به حضرت رقیه سلام الله علیها دارن، این دل ما رو جلا میده. ما یک روحیه خوبی پیدا میکنیم و از خداوند متعال خواهانیم که روز به روز توفیقمون رو برای خدمتگزاری به دستگاه سیدالشهدا و اهل بیت و خصوصا در درگاه و دربار آقا امام رضا بیشتر کنه و دعای این مردم بالا سر این حقیر و رفقا باشه.